السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. مسجد قبا یکی از مسجدهای تاریخی و یکی از جایهایی که در اینجا نماز خواندن فضل کلان دارند. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که کدومی اگر در این مسجد 2 رکعت نماز میخونند ثوابش با عمره برابره. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر روز شنبه در همین مسجد نماز میخونند، در همین مخصوص نه، در همین جا. این از مسجد نو، مسجد قبا یکمین مسجد در اسلام است. وقتی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن همین مسجد بنا کردند، در جای همین مسجد بنا کردند، مسجد قبا اولین مسجد در اسلام. در اینجا یک حدیث هست، فضل الصلاة بمسجد قبا. این حدیث رواه ابن ماجه، در کتاب ابن ماجه صحیح است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من تطهر فی بیته، کدمی در خانه خودش پاک کرد، یعنی طهارت کرد یا اینکه غسل کرد، ثم اتى مسجد قباء، و آمد مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. در اینجا 2 رکعت نماز یا که 4 رکعت چند که نفل خوان مثل که عمره کرده است. رواه ابن ماجه بسند صحیح، با سند درست ابن ماجه رحمه الله روایت کرده. یعنی این مسجد تاریخی است و فقط یک مسجد عادی نیست مثل دیگر مسجدها. در اینجا نماز خواندن مثل که انسان عمره میکند. از مدینه منوره اونقدر دور نیست، پیاده هم اومده میشه. تقریبا خطا نکنم 2 کیلومتر شاید باشه. اگر انا میخوای راست به همین کوچه اگر راست برای از چی میبروی؟ مسجد نبوی میبروی، یعنی مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین پارک است. این مثلا این مسجد برآمدید، مسجد که برآمدید کم دستی راست لسنیسا قطی پایون میفروی، همین کوچه هم خیلی راست میگیری، راست میره تا آخران شد که رفتی مسجد نبوی، یعنی مسجد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینی پیاده. یعنی حاجت به چیز نیست، حاجت به ماشین گرفتن نیست. بعد کدومی که عمره میاد که حج میاد در مدینه منوره میسته، مثلا نماز بامداد میخونید برای که هوا گرمه، بسیاری بعد هوا گرمه، نماز بامداد که خواندید میتونید پیاده به مسجد قبا بیایید و در اینجا 2 رکعت دیگه نماز بخونید. فکر کنید اجر عمره را میگیرید. اگر هر روز هم نتونید، هفته 1 بار 2 بار نماز بامداد خواندید اومدید، انشالله اجر عمره هسته. یعنی ببینید که الله متعال خیلی برای ما آسانی کرده است، برای اجر بسیار به دست آوردن، برای رحمت الله سزاوار شدن اونقدر مشکلیات نگذاشتن، بسیار آسانه. یک بار دیگه مسجد قبا هم میبینیم منظرش. مسجد قبا یکمین مسجد در اسلام و انسان با آمدن به این جاها فقط عمره کردی و رفتی اونقدر فایده نیست. برای این منطقه آمدن در کار، تاریخ این منطقه را فهمیدن در کار، انسان باید که باخبر باشد، یعنی مسلمان باید باخبر باشد از اینجا، از همش. خب باقی در امان الله باشد، سربلند باشد، سلامت باشد. الله متعال همه ما و شما را توفیق ما زیاد گرداند، توفیق رفیق ما گرداند و عاقبت همه ما و شما را به خیر گرداند. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.